جناب پیغمبر گفتن نماز این روشنایی نوری هست در حیات هر شخصیت. هر انسانی که اهل نماز باشه، نماز حیات او را نورانی مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه پیغمبر گفتن یکمین چیزی که در روز قیامت از انسانیت از بنده خدا پرسیده می شود نماز است. هر انسانی که جوابی نماز شانه در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و صدقه مؤمن، صدقه مسلمان. این چی است؟ حجت و دلیل ایمانداری و مسلمانی و شخصیت است. جناب پیغمبر گفتن نماز این روشنایی نوری هست در حیات هر شخصیت. هر انسانی که اهل نماز باشه، نماز حیات او را نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. برادران بزرگوار من، نماز روشنایی قبر انسانیت می شود. نماز حجت و دلیل هر انسان در روز قیامت می شود. الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد هدم الدین. جناب پیغمبر گفتن نماز ستون دین هر شخصیت است. هر انسانی که نماز برپا داشت عمارت دینش آباد کرده است. اما هر شخصیتی که نماز ضایع کرد، قضا کرد، نماز ادا نکرد، او شخصیت عمارت دینش برباد داده است. برادران بزرگوار من، حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتن یکمین چیزی که در روز قیامت از انسانیت از بنده خدا پرسیده می شود نماز است. هر انسانی که جوابی نماز گذرانید او شخصیت خوشبخت شد و نجات یافت. هر انسانی که نماز یعنی جوابی نماز ادا نکرد او شخصیت به تحقیق بدبخت و رسوای آخرت گردید. و همین خاطر شیخ عطا میگه روز محشر که جانگداز بود، اولی پرسیش از نماز بود. روز قیامت یکمین چیزی که من و شما را میپرسن از نماز است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که روشنایی چشم من در نماز است. نماز یعنی برای انسان نور میبخشه، هم در دنیا هم در آخرت. و صدقه برهان، جناب پیغمبر گفتن صدقه یعنی سخاوتمندی این حجت و دلیل ایمانداری هر شخصیت است. وقتی انسان زکاتش ادا میکنه، وقتی انسان در راه خدا اون مال دارندگیش میبخشه، حجت و دلیلش یعنی اظهار میکنه، آشکار میکنه که من به گفته الله باور دارم. الله من امر کرده است برای زکات ادا کردن، برای صدقه فطر ادا کردن، برای یعنی دیگر نوع صدقه های نافله را کردن. او شخصیت وقتی از دارندگیش در راه خدا میبخشیده است، اظهار میکرده است، ایمانداریش آشکار میکرده است که من الحمدلله مؤمن هستم، من مسلمان هستم، من به گفته الله باور دارم. جناب پیغمبر گفتن صدقه مؤمن، صدقه مسلمان این چی است؟ حجت و دلیل ایمانداری و مسلمانی و شخصیت است. و صبر ضیاء، صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و شما. عزیزای خدا میگویم برای انسان سه نوع صبر لازم است: صبری در طاعت، صبری از معصیت و صبری بر مصیبت. صبری در طاعت چیست برادر عزیز بزرگوار؟ وقتی نماز آمدی باید سراسیمه نباشی. وقتی در نماز داخل شدی باید سراسیمه نباشی. وقتی که حج رفتی باید بیخود نشوی، سراسیمه نشوی، در غضب نیایی. در هر نوع طاعت و عبادت و بندگی خدا صبر لازم است. صبری در طاعت و صبری از معصیت. در حالت گناه حاضر شدی، اون لحظه می آید که باید گناه انجام بدهی، باید خودت به دست بگیری، صبر کنی و گناه انجام ندهی برادر عزیز بزرگوار. و سیمش صبری بر مصیبت. وقتی مصیبت به بالات آمد، پدر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، یک عزیز و نزدیکت بندگی میکنه، باید صبر کننده باشی، صبور باشی. این جمله را در زبان بگو که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی صبر در مصیبت داشته باشی. ثواب صبر از همه ثوابها بالاتر است برادران عزیز بزرگوار.
جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند در روز قیامت وقتی خداوند ملائکه ها را امر میکرده است برای ادای ثواب عملهای من و شما، انسانی که مصیبت در بالاش آمده بود، انسانی که یعنی صبر در یک حالت دشواری و مشقت کرده بود، در نزد خداوند دعوا میکرده است. ملائکه ها را میگفته که ثواب صبر من برام ادا کنه. این ملائکه ها نگاه میکردن که ثواب صبر با چنان وزوین و گرانی هست که ترازوی قیامت را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه ها به خداوند مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها، این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه ها خطاب میکرده که استعیذ بالله انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رب العالمین میگفته من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. یعنی ثواب صبر در قیامت در ترازوی قیامت وزن نمیکنه، خداوند خودش ثواب صبر ادا میکرده است. به همین خاطر من و شما در این رنج و مشقتی که امروز در زندگی داریم صبر کننده باشیم. از جمله میفرمایند ان الله مع الصابرین، رب العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و عبادت، از گناه و معصیت صبر کنه، الله رب العالمین میگه من همراهی او شخصیت است. خیلی یعنی عزتی بزرگی است که الله رب العالمین همراهی شخصیت های صبر کننده میشده است. و القرآن حجت لك او علیک، قرآن برای شما حجت میشود یا اینکه از شما در نزد خداوند شکایت میکنه. برادران عزیز بزرگوار، قرآن که بهترین هدیه الله رب العالمین است، کلام الله است. این دمن و شما امانت است، باید اینا یعنی از این استفاده ببریم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که جناب پیغمبر فرمودند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله رب العالمین به حکم و قانون این قرآنش یک گروهی بنده ها را به چنان بزرگی میگردانه که از عرش دهم درجه اونها بالا میشه، یعنی به جنت میرسانه. هر انسانی که قرآن قبول کرد، به قرآن زندگی کرد، به قرآن یعنی حیات لحظه هاش گذرانید، خداوند ایره اهل جنت میگردانه، ایره یعنی در نزد خودش درجهش بلند میگردانه. اما یک گروه دیگر به چنان خار و ذلیل و بدبخت و رسوای میگردانه که از همه پسترین پستی ها اسفل السافلین، جهنم و دوزخ قرارگاه اونها می شود. این جمله کی است؟ انسانی که قرآن رها کرد، قرآن غریب کرد. متاسفانه امروز در حیات ما قرآن غریب است. دوستای خدا یک مقاله دارند، میفرمایند که 3 چیز در 3 مکان غریب است. هر انسانی که 3 چیز در حیاتش غریب کرد، خودش غریب دنیا و آخرت می شود. قرآن در خانه که تلاوتش نمیکنن غریب است. اهل علم در جامعه که او را استفاده نمیبرند، از او یعنی درس نمیگیرن، از او استفاده نمیبرند، اون اهل علم در او جامعه غریب است. مسجد در بین قومی که در او مسجد عبادت نمیکنن، مسجد نمیروند، اون مسجد در او جامعه غریب است. عزیزای خدا میفرماید که هر شخصیتی که این 3 چیز در حیاتش غریب کرد، غریب دنیا و آخرت می شود. ببینه غریبی دنیا امروز چقدر رنج و مشقت داره، چقدر آزارها داره، تحقیرها داره. پناه به خدا، غریبی آخرت از رحمت خدا محروم و بی نصیب شدن است. برادران عزیز بزرگوار، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن بعض انسان براش حجت می شود و از بعض انسان در روز قیامت قرآن شکایت میکرده است. برادران بزرگوار من، اون قرآنی که در خانه هامون در یک لاغ بسته یا اینکه در یک خلطه کشال کرده، در یک میخچه کشال آویزان است، این قرآن در روز قیامت نزد خداوند میخیست است، از اون شخصیت شکایت میکرده است. قرآن در نزد خداوند از انسانی که امروز تلاوتش نمیکنه، غریبش کرده است در حیاتش، قرآن از او شکایت میکرده. حتی دوستای خدا یک مقاله دارن، میگه قرآن میگه که من چی کردم با شما که خار و زارم کرده اید، پیش هر لا مذهب به اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. یعنی قرآن از شخصیتی که امروز تلاوتش نکرد، با او عمل نکرد، در روز قیامت قرآن از او شخصیت شکایت میکرده است. و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که
هر ابتدای سحر وقت شد انسان ها میخیزن، حرکت میکنن. بعضی از اونها اون روزشون در خدا میبخشن و بعضی از اونها اون روزشون در شیطان میبخشن. یعنی بعضی انسانی است که سحر شد از پس کار و باری حلالش میشه و مقصد و نیتش این است که رزق حلال پیدا کنه و اهل و بیت حلال بخورانه تا اینکه عبادت و بندگیش در درگاه خدا قبول شوه. اما بعضی شخصیت هایی هستند که از پس گناه و معصیت و نافرمانبرداری پروردگار می روند. یعنی بعضی انسان ها در این روز خودشان خوشبخت می گردانند، اما بعضی شخصیت ها در این روز خودشان بدبخت می گردانند به سبب گناه و معصیت کردن. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، من و شما حرکت داشته باشیم که لحظه های عمر در عبادت و بندگی خدا، در ذکر خدا، در یاد خدا بگذرانیم. یک نوع زندگی داشته باشیم که آخر از این دنیا به نزد پروردگار مونه با سری بلند، با آب و رو و خالی از گناه بازگشت کنیم. پروردگار بزرگوار این جمعیت ما را بخت و سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا ارحم الراحمین. خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار الهی این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند با مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالح نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار الهی هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاش و برکت ها عطا بفرما. پروردگار را جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.